Здесь живут люди, которые они не могли получать от нас помощь. Иншаллах, мы им даем наличие деньги, пусть они что сами хотят, пусть то и купят. Иншаллах, бизнилlah, 27, иншаллах, мы раздаем им наличие деньги, пусть они что хотят купить. Иншаллах, бизнилlah. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران، پدران و مادران. ما امروز خانه اومدیم بعد انجام وظیفمون، یعنی امروز پهلوی وظیفمون اجرا کردیم. الحمدلله برادرای عزیز، زیاده از 700 اویله ما تقسیم کردیم. برادرها بغضایی برادرای عزیز بودن، شخصایی که اومدن نتونستن، ما اوودا بردیم در دستاشون سومی نالی چی بگیم، گفتی روسا سومی نالی چی دادیم که چیزی که خچا میخوام بخرن و بعدا برادرای عزیز انشاءالله پگا با همه خیل میکنیم، پگا با یک 700 اویله دیگر در انشاءالله میبریم تقسیم میکنیم برادرای عزیز. و بعدا دیروز با یک چند اویله گریزه، یک 15-20 اویله گریزه با اومدگی هم برادرای عزیز خانه و در ندارن. انشاءالله خدا خواهد 2 روز پس ما تصمیم گرفتیم که برای ما را پلاتکا ساز کنیم، یک خانه‌ای که همین زندگی کده بشه شید هم خیلی یک خانه ساز کنیم. و بعدا برادرای عزیز یک لگری دیگه هسته که این لگرایی که ما تقسیم کرده است محصولات، اینجا مقصد جای محصولات تقسیم کنی دارم، ما تقسیم کردیم برادرای عزیز اومدن گرفتن. یا لگری دیگه هسته که در اونجا عموما شرایطی تقسیم کردن نیست، ما خونه به خونه میگردیم، ان شاء الله در اونجا سوم تقسیم میکنیم. و خاطر همه برادرها با صبر باشیم، با توکل باشیم. ما ویدیو را ان شاء الله هر کوتاه کردم میمونم، شما با خبر باشین که کارای ما چه رفته است. و بعدا ویدیو که اول تا آخر چه ما سفر کردیم، چی گپ شد، چه تقسیم کردیم، همه او را برادرها در وقتی که مسکو اومدیم ان شاء الله میمونم. فقط همین کوتاه شد تماشا کنین، در حق من دعا کنین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. You mother? Of course. برادرو مادر با چه شدیم در سر کتفش برداشته است. ما امروز به حق پدر مادرمون میرسیم. Wait. Oh, Gigi. بعض اویلهایی که ما زور مونه میرسه. السلام علیکم و رحمت الله.